طبق نشانداد بند 14 نقشه‌چاربینی‌های برنامه دولتی حفظ میراث غیرمادی فرهنگی خلق تاجیک برای سالهای 2021-2025 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 مارس سال 2020 تحت رقم 206 تصدیق گردیده است، بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در همکاری با کمیته تلویزیون و رادیو و اتفاق هنرمندان کشور از ماه مارت تا نیمه یکم ماه آگوست سال 2021 با اشتراک دسته‌های هوسکاران صنعت شهر و ناحیه‌های مملکت فستیوال ازمونی جمهوری تلویزیونی ایجادیات خلق اندالب 2021 را راه اندازی نموده است. در دایره این اقدام در کاخ فرهنگ شهر پنجکند دور ولایتی ازمونی اندالب برگزار گردید. در اول هیئت حکمان با همراهی رئیس شهر پنجکند محترم عبدالخالق خالقزاده طبق نظامنامه ازمون از نمایش گوشه هنرهای مردمی در نزد کاخ فرهنگ شهر دیدن نمودند. چنین یک سنجش هنر بیانگری توجه همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام رحمان و ساحه فرهنگ و احیای هنرهای مردمی و دریافت چهره‌های نو می‌باشد. زیرا فرهنگ ملی ما زمینه‌های استوار داشته با تاریخ و عنعنه‌های قدیمه و گوناگون رنگی و خصوصیت‌های خاص خود از جمله آثار خط نادر، مصوره‌های کم نظیر، موسیقی شش مقام، فلک و صدها دستاورد و پدیده‌های دیگر هنر و ادب امروز در جهان مشهور است. سپس نمایش هنرمندان اهل هنر و فرهنگ شهر پیشنهاد حکمان گردانیده شد. هنرمندان شهر با برگزاری برنامه‌های فرهنگی عبارت از نمایش هنرهای مردمی، نمایش سر و لباس ملی با علاوه نوگانی‌های معاصر، نوازش عمومی، رقص یکه، سرود یکه، نوازش یکه، سرود عنعنوی و صحنه‌چی هجوی هنرنمایی نمودند که از جانب حکمان خوب پذیرفته شده سزاوار بهای ارزنده گردید. باید گفت که دور سیوم فستیوال ازمون نیمه یکم ماه آگوست با اشتراک غالبان دور دوم در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جوره فی شهر دوشنبه برگزار می گردد.